برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. بهر آبادی و سازندگی ناحیه شهرنو کارمندان مؤسسه کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی تمام کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و جماعت و دهات تصمیم گرفتند که هر روزهای استراحت حشرها تشکیل نمودن کوچه و خیابان، راهرو و نزد مؤسسه‌ها، درآمدگاه شهرک گرد و اطراف را از پرتو تازه نمایند. کوشش به خرج می‌دهند که بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های ملی کشور سهمگزار باشند. برای تازه و آباد کردن جماعت کمر همت بستند. همه مردم چی زن چی مرد اهل جماعت با تازه کردن جویبارها، نرم کردن بیخ گلها و تازه و آزاده کردن تریزه ها و درهای خانه های خود و مکتب ها، جماعت ها همه برای آبادی مثال که کمر همت بسته ایستادند. با تشبث اقدام هایی که جناب عالی برای گلگشکفانی تاجیکستان عزیز اقدام گرفتند، کل صاحبکاران جمهوری تاجیکستان دربر جناب عالی ساده برای آبادانی و سازندگی محلشان سیر و تلاش دارند. آن مردان سخی که اقدام‌های نیک می‌گیرند برای آباد کردن خانه‌های استقامتی، برای آباد کردن بنگاه‌های طبی، کاشانه حوض، سرتراشخانه‌ها در محل‌ها، راه‌های بین محل‌ها، بین شهرها، این برای پیشرفتی هم رشد اقتصادیات، سیاست، فرهنگ و اجتماعیاتی جمهوری تاجیکستان میباشد. هر صبحگاهان از دو طرف راه‌های مرکزی جویبارهای آبگذر از پرتو تازه می‌گردند. بنا به اطلاع راهبر مؤسسه کمونالی ناحیه شهرنو، تمام تکنیک‌های گوناگون در توازن خواجگی بوده همان‌روز برای آبیاری کنی، گلگشت و نهالان و بیرون کردن پرتوها از نقطه‌های معین سفربر کرده می‌شوند. در درآمدگاه ناحیه در اطراف بناهای محلی و راه‌های دوره شکل آن گل‌های هرخیره شناخته شده است که همه این محصول زحمت کارمندان قطعه کبودزارکنی شعبه منزلی کمونالی ناحیه شهرنو میباشد. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه کارمندان مؤسسه کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو تصمیم گرفتند من بعد نیز فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند.